استوری فوق‌العاده پرهیجان این روزهای دنیای کشتی کج درگیری بین براک لزنر و کودی روز هستش که حسابی قوقا به پا کرده. چی میگی؟ کودی روز که به تازگی تبدیل به یکی از سوپر استارهای محبوب دنیای کشتی کج شده، قهرمان رویال رامبل 2023 شد و پس از اون بر سر کمربند قهرمانی سنگین وزن مقابل رومن رینز قرار گرفت. اما در نهایت حریف رومن رینز نشد و تو یک جنگ تمام عیار این رئیس قبیله بود که از روی کودی روز رد شد. ما حواشی اون مسابقه هم قبلا براتون آپلود کردیم که آخر این ویدیو بهتون پیشنهاد داده میشه اگه دوست داشتید اون مسابقه پرهیجانم ببینید. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به بزرگیت، به جسارتت، به شجاعتت. اما این از کودی روز. براک لسنر هم که دیگه همه میشناسیمش، قهرمان WWE و UFC که یک قهرمان به تمام معناست که متاسفانه در آستانه بازنشستگی قرار داره و به زودی باید با اون خداحافظی کنیم. شکست دادن براک لسنر قطعا میتونه کریر کودی روز رو مشهورتر و پر افتخارتر کنه. پس کودی تصمیم گرفت که براک لسنر رو چالش کنه. براک ابتدا به کودی بی‌توجهی کرد و در جواب چالش کردنش بهش گفت تو گو میخوری اصلا اسم گروه ما رو میاری. اما در ادامه شاخ و شونه کشیدن‌های کودی باعث شد براک لسنر صبرش به سر برسه و بیاد سراغ کودی. لازمه این رو هم توی پرانتز بگم که کودی و براک قبلا 2 بار با هم مسابقه دادن که یک بار کودی پیروز شده و یک بار براک، که تو مسابقه‌ای که براک لسنر پیروز شد دست کودی روز هم شکست و در واقع 1-1 هستن. خلاصه کودی روز براک لسنر رو خطاب قرار داد و گفت در سامرسلم حقیرت میکنم و آبروت رو برای بار چندم میریزم. تو این درگیری رو تبدیل به یک جنگ شخصی کردی وقتی دستمو شکستی. منم تا نابودیت پیش میرم. مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. گو میخوری فوش میدی، گو میخوری بی احترامی میکنی. در ادامه طی مصاحبه‌ای که کودی روز داشت گفت امیدوارم براک برگرده، عالی میشه، فکر نکنم برگرده. بهش گفتم که من تو هر شهری هستم و منتظر جوابشم. من نمیگم براک از من میترسه، براک از هیچ کس نمیترسه، ولی فکر نکنم براک برگرده تا با من مبارزه کنه. خیلی بده که مسابقه ما 1-1 تموم بشه. این مسابقه گذشت تا اینکه شب دیگه کودی روز و ست رالینز تو رینگ بودن و صحبت میکردن که یه آهنگ براک لزنر پخش شد. کودی برگشت براک رو نگاه کرد، لباسشو در آورد و دوید سمت استیج. براک و کودی در استیج درگیر شدن. براک کودی رو زد و آوردش تو رینگ. ست از رینگ خارج شد. کودی و براک تو رینگ درگیر شدن و براک اومد فینیشر بزنه ولی کودی بدل کرد و کاتر رو اجرا کرد. براک از رینگ رفت بیرون و برنگشت. این ماجرا گذشت تا اینکه شبی فرا رسید که براک قصد انتقام و پاره پوره کردن کودی رو داشت. کودی گفت حرفی باقی نمونده، من براک رو چالش کردم و منتظر جوابش هستم. میدونم براک اینجاست، پس براک بیا تو رینگ. کودی منتظر موند و کسی نیومد. کودی گفت این روش براکه، همیشه دیر میاد و مردم رو منتظر میذاره، ولی مهم نیست. اگه قرار ساعت 9 شب بیاد، اگه قرار ساعت 10 شب بیاد، من در راه هستم، منتظرش میمونم. خانواده کودی روز کنار رینگ بودن. کودی از اونا تشکر کرد و رفت پایین باشون خوشوبش کنه که آهنگ براک زده شد. کودی اومد جلوی رمپ ایستاد ولی خبری نشد. آهنگ براک هم قطع شد. یکم گذشت، دوباره آهنگ براک زده شد ولی خبری از براک نشد. کودی که حسابی هرسش گرفته بود و زیر لب به خار مادر براک فوش میداد، رفت بک استیج دنبالش که تو همون ورودی سالن براک یک سورپرایز زیبا به کودی داد و کودی رو با صندلی زد. براک به زدن کودی ادامه داد و آوردش کنار رینگ و جلوی خانواده‌اش بهش فینیشر زد که این حرکت واقعا کودی رو جلوی خانواده‌اش خورد کرد. بعد هم دستش رو قفل کرد. براک همچنان به زدن کودی ادامه داد و آوردش توی رینگ. باز دستش رو قفل کرد و در آخر گفت من چالنجت رو قبول میکنم بچه.
و اینطوری شد که براک لسنر چالش کودی روز رو قبول کرد و قرار شد که با هم برن توی رینگ. این مسابقه قرار شد در سامر اسلم 2023 برگزار بشه. خلاصه روز موعود که یعنی در واقع شب موعود فرا رسید و در سامر اسلم کودی روز و براک لسنر با هم رفتن توی رینگ. مسابقه از این قرار بود که براک مسابقه رو قدرتمند شروع کرد و میخواست به شکل لسمن استندینگ کودی رو ببره. هی میزدش و صبر میکرد داور تا 10 بشماره، ولی کودی بلند میشد. براک یک فینیشر هم زد که جواب نداد و مجدد روی میز هم بهش فینیشر زد، اما باز هم کودی روز مقاومت کرد. شور و هیجان تماشاگرها تو ورزشگاه شگفت انگیز بود. براک خیلی مسلط بود روی بازی و کودی رو مثل اسباب بازی پرت میکرد این طرف اون طرف. اما کودی روز هم که خیلی موذیه داشت با برنامه مبارزه میکرد. کمی که گذشت کودی به خودش اومد و ابتدا با پلکان آهنی براک رو زد و نابود کرد و بعد از اون هم چند تا فن فوق‌العاده خفن روی براک اجرا کرد و سوار بر بازی شد. در ادامه براک لسنر سابمیشن زد و کودی تسلیم نشد و پس از اون هم کودی سابمیشن زد و این بار براک مقاومت کرد. خلاصه تا جایی که توان داشتن با هم جنگیدن و اما در نهایت براک لسنر رفت فینیشر خودش رو اجرا کنه که کودی بدل زد و چند مرتبه فینیشر خودش رو اجرا کرد و پس از اون هم براک رو پین کرد و تمام. این شما و این هم پیروز میدان کودی روز. براک هم به خوبی مبارزه کرد و از جون مایه گذاشت و حتی میبینیم که شلوارش هم پاره شد. البته فقط شلوارش پاره شد نه جای دیگهش. بی ناموس دلغک. و اما اتفاق خیلی جالب پایانه مسابقه این بود که براک لسنر پس از شکست رفت و دست کودی روز رو بالا گرفت و یه جورایی به اون پوش داد. همونطوری که یه روزگاری تو سال 2003 کورت انجل به براک لسنر جوان پوش داد و دست اونو بالا گرفت، حالا هم نوبت اونه که در آستانه بازنشستگی پله بشه تا بقیه بالا برن. و دوستان من این رسم روزگار. امیدوارم که از دیدن این ویدیو خیلی خیلی لذت برده باشید و اینکه من برای جمع‌آوری این اطلاعات کلی زمان گذاشتم. آماده کردن این کلیپ کوتاه چندین ساعت زمان برده. داره مغزم منفجر میشه همش پای این پروژه شعرم گایده شدم. کلیک کردن روی لایک و سابسکرایب چیزی از شما کم نمیکنه ولی به من کمک بزرگی میکنه. دمتون گرم. تا ویدیوی دیگه مراقب خودتون باشید. راستی همونطوری که قول دادم بهتون حواشی و خلاصه مسابقه کودی روز و رومن رینز هم روی صفحه بهتون پیشنهاد داده شده. اگه دوست داشتید برید و اون ویدیو رو هم ببینید.